این هفته خبر تو خبر داره براتون. از بلبشو بازار ولایت تو بحبوحه مذاکرات عمان که تیم مذاکره کننده رو به قبله کرده. خبرهای حاشیه‌ای حکایت از این که هنوز به یک توافق قابل قبول برای طرفین دسترسی پیدا نکردن. پیروزی جمهوری خواهان در انتخابات اخیر سنا و مجلس نمایندگان بهترین شاخص برای ارزیابی موقعیت داخلی اوباما است. البته بسیاری از تحلیلگران در این معتقدند کنگره و دولت در حال ایفای نقش پلیس بد و خوب هستند تا تیم هسته‌ای اصطلاحاً از ترس مرگ تب کند و به پذیرش مواضع زورگویانه اوباما تشویق شود. بنابراین میشه پیش بینی کرد که توی مذاکرات زیر پای سید علی خالی شده و همین روزاست که توی این مسیر سکندری خوران کله پاشه. لیلی حاج آقا بزنه خدا بیاوه تو. این پیش بینی برای عظما بعد از انتخابات اخیر آمریکا قوت بیشتری گرفته، چون خودشون معتقدن که مشکلات جدی در حوزه مذاکرات به وجود میاد. الان در حوزه تصویب قوانین جدید جمهوری‌خواها با دست خیلی راحت‌تری، دست خیلی بازتری میتونن عمل بکنن. در حوزه مباحثی که مرتبط با ما هستش جمهوری‌خواها مشکل داشتن با عملکرد آقای اوباما، اونجا میتونن نظر خودشون رو اعمال بکنن. در حوزه برداشته شدن تحریم‌ها اون دموکرات‌هاش هم خیلی معتقد نبودن، الان وضعیت بدتر شده. در حوزه مذاکرات مشکلاتی رو قطعاً ایجاد خواهند کرد. این مباحثی هستش که فکر می‌کنم باید بهش به صورت جدی توجه بشه. به نظر میرسه که جسم ناقص مقام عظما تو این وضعیت دراز به دراز افتاده و از امدادهای غیبی هم دیگه خبری نیست. در این شرایطی که دلواپس‌های نظام از ترس خوردن جام زهر دارن دغمرگ میشن و بعضا مثل این قاسمی مشنگ اسرار نظام رو برملا میکنن. سوال دلنگرانیم، دلواپسیم، ماجدا بود دلواپس هستیم، اما اینا چجور دلواپس نیستن که امروز بعد از گذشت یک جریانات جدیدی در نظام جدید توافق کردن رسما و علنا که آقا این آژانس که یعنی اسرائیلی ها، یعنی آمریکایی ها، یعنی منافقین رسما بیان و نوعی کاپیتولاسیون رو پذیرفتی تو که چی بشه؟ که هر وقت که اراده کردن توی هر کدوم از این مراکزی که شما کارهای تحقیقاتی دارید میکنید 2 ساعت بعد باید خالی بکنی اونجا رو تا لباس زیر تو در بیاری بگردن تفتیش کنن بی حد و مرز و با افتخار هم اسم این رو یک پیروزی و یک بازی برد میگذارن. بازی برد این اسما رو از کجا در میارید؟ کدوم بازی برد؟ کدوم بازی؟ اون یکی جناح هم دست رو دست نذاشته، هر جا تریبون گیرش بیاد پته حریف رو میریزه رو آب. من میخوام بگم بعضی روزنامه‌ها اگر اسم ببرن اصلا ذره‌ای به این تیم مذاکره کننده اطمینان ندارن. گویا یه مشت آدم واداده‌ای که قرار است که منافع ملی را یک سره تقدیم دشمنان بکنن رفتن اونجا دارن میشینن مذاکره میکنن. خب این دارم ما بحث بکنیم. ببینید در همون موضوع فساد اقتصادی آقایونی که مدعی اصولگرایی هستند در اون 8 سالی که اون پرونده های کلام مطرح بود چه موضع‌هایی داشتن؟ الان چه موضع میگیرم؟ وقتی کپکیان این حرفا رو میزنه دیگه لیدر دلواپس ها یعنی پهنیان جوش میاره و گلوی خودش رو پاره میکنه که تنها راه حل اینه. عقل به ما میگوید اگر فتنه‌گران 88 نبودن
دشمن اینقدر جرأت و جسارت پیدا نمی کرد محاصره اقتصادی کند ما را. عقل به ما میگوید دشمن اگر ما را محاصره اقتصادی کرده است، اگر فشار می آورد به بعضی از انسانهای ضعیف سیاسی در این کشور چشم دوخته است، عقل به ما میگوید اگر عناصر سیاسی ضعیف در این کشور نابود بشوند، استکبار در مقابل ما زانو خواهد زد. و حالا یک هوک چپ از کپکیان که مشت رو میذاره روی داستانی که نباید سرش باز بشه. من عرض بکنم که مثلا در موضوع همین اسید پاشی، اصل موضوع جدی باید گرفته بشه. اونایی که واقعا این کار کردن قطعا اونها بیشتر فاضل دشمن تکمیل کردن که چهره خشنی بخون در جامعه اسلامی خدشه‌دار بکنن. اما ما باید بیشتر بریم ببینیم که واقعا عاملان اصلی کیا بودن. بعضی از دوستان من توی مجلس اعضا رفتن گفتن آقا ما از بالای آسمان ریگی را شکار کردیم آوردیم پایین، چرا این موضوع شود که زودتر مطرح نمیشه؟ با این اوصاف میشه گفت که وسط چهارراه استراتژیک نظام یک بزن اساسی را افتاده.